مراسم ویدا با اقتصاددان کنستانتین بندرینکو در کلیسای نیکول مقدس در دوشنبه برگزار شد. بندرینکو 29 ینور در منزل زیستش در شهر دوشنبه درگذشت و مادرش ناتالیا بندرینکو را تنها گذاشت. با گفته مادر قرار بود بعد ختم دانشگاه عالی اقتصادی شهر کیف کنستانتین در شهر دوشنبه توی عروسی برپا کند، اما قسمت دیگر بوده است. С 15-го такой тут грипп уже начался. А потом вроде получше стало. از روز 15 январ او گویا با زکام گرفتار شد. بعداً مثل که وضعش کمی بهتر شد، اما طور دکتران گفتند دلش از تاکیکاردیا یا دلزنک اذیت میکشید. وقتی ششهایش بیمار شد، دکتران خواستند که نخست شش را تبابت کنند، اما دل برداشت نکرد. همه همسایه ها مرا میپرسیدند کنستانتین کی زن میگیرد؟ توی را منتظر بودند، اما اکنون به ما تماش میآیند. Ну когда же он женится? И вот видите, ждали свадьбу, а придут на поминки. پس از درگذشت کنستانتین یگانه خواسته مادر بازنشسته او این است که دانشگاه عالی اقتصادی کیف دیپلم ختم دانشگاه را به او بدهد. اگر از پس تابوت قهرمانان جنگ اردن و مدال ها را برند، از پس تابوت پسر من می شود دیپلم و سرتیفیکات های بیشمار او را برد. طبیبان گفتند بیماری کنستانتین هنگام معاینه خانه به خانه همشیره های شفقت آشکار شده است که چند روز باز بیمار بوده است، اما به دکتر مراجعت نکرده به خود معالجه مشغول گردیده است. فاوتیدا بندرینکو با بیماری نورساگی شدید روحی نفس و کاری دل، التهاب شدید شوشو از هر دو طرف، پنیومافیبروز مزمن، بیماری برونخ اکتازیا، نورساگی نفس کشی دوم سوم درجه فاوتیدا. به گفته طبیب طالبوف، مرحوم هنگام معاینه دکتران در منزلش از بستری شدن در بیمارستان و ادامه طبابت در آنجا دست کشیده است. فوت نابهنگام بندرینکوی 38 ساله در دوشنبه صدها نفر شاگردان و پیروان مکتب او مرکزی بازار آزاد تاجیکستان را شاکی کرد. بعد از ختم کردن دانشگاه در بریتانیا به تاجیکستان برگشتم. بسیار طلباتی چی بود؟ یک غذای معنوی و اینتלקتوالی وای بودم، نیاز داشتم. یعنی وقتی که نو سر کردیم، شروع کردیم اشتراک در این کلوب ها، حیران میشنم که این طور، یعنی سطح عالی که ما در فرض کنیم در بریتانیا و دیگر دولت‌های پیشرفته معلومات جمع کردیم، نظریه‌های گوناگون اقتصادی در همین واخریا و جمع‌آوری‌ها وجود داشتند. در تاجیکستان کنستانتین بندرینکو را نه تنها همکاران و یا شرکتداران محفل‌هایش میشناسند، بلکه در یک مدت کوتاه او به حیث شارح حرفه‌ای اقتصادی در مطبوعات تاجیک نام برآورد و رسانه‌ها در این یا آن مسائل اقتصادی زود از نطق او اقتباس می‌کردند. کنستانتین به حیث اقتصاددان لیبرال و جانبداری آزادی‌های اقتصادی و صاحبکاری بود. دخالت دولت به امور تجارت را مانع برای رشد اقتصاد می‌دانست و همیشه برای دادن آزادی‌های بیشتر به صاحبکاران دعوت می‌کرد. این است که برخی از منصبداران سطح بالای بلاک اقتصادی حکومت تاجیکستان هم او را از روی نوشته و مقاله‌هایش می‌شناسند. بندرینکو یک شخصیتی بود، یک کارشناسی بود که به هر صورت دیدگاه خودش داشت، نسبت این یا اون مسئله نقطه نظر خاصی خودش داشت. تا کدام اندازه گوییم که موفق و قابل قبول بود، این چیزا ما مطالعه می‌کردیم و برای خود برداشت می‌کردیم و اون استفاده می‌کردیم. لیکن بودن چنین یک شخصیت ها عموما در مجموع در جامعه ما اقتصادشناسانی که اولا از علم اقتصاد خوب آگاهند، دوم بدون گوییم که تاثیرگذاری به شخصیت حادثه اقتصادی را گوییم که واقع بینانه میتوانند بررسی کنند، بودن آنها لازم است. کنستانتین بندرینکو سال 1979 در شهر دوشنبه به دنیا آمده نخست دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را در رشته مهندسی علاقه با دیپلم سرخ ختم کرده است. یک مدت او در خدمات علاقه فعالیت کرده، بعداً به آموزش اقتصادیات پرداخته است. سال 2009 او مرکز بازار آزاد تاجیکستان را تأسیس داد که به حیث یک مرکز تحلیلی در مورد مسائل اقتصادی بر رسانه‌ها نظر می‌داد.
این مرکز در منطقه های گوناگون کشور محفل ها نیز دایر میکرد که در آن جوانان امکان آشنا شدن با روند و قانونیت های اقتصادیات را داشتند.